سال 1903 میلادی کوکاکولا برای اولین بار کوکائین رو از نوشابه‌هاش حذف میکنه و به همین خاطر فروششون به شدت افت میکنه. حالا جالبی این داستان اینه که چطور این افت فروش رو جبران میکنن. مدیران شرکت نگاه میکنن که کجاها و چرا فروششون کمه. تا قبل از سال 1903 میلادی همه مردم فکر میکردن که کوکاکولا یک نوشیدنی تابستونیه. برای همین تقریبا زمستون‌ها هیچ فروشی نداشتن. پس اگر مدیران شرکت میتونستن کاری کنن که زمستون هم مصرف داشته باشن، این افت فروششون جبران میشد. حالا یک لحظه به این فکر کنید که مهمترین اتفاقی که زمستون هر سال میفته چیه؟ شب سال نو میلادی یا ایام کریسمس. کوکاکولا میاد از یک شخصیت داستانی دانمارکی به اسم کریس کرینگل الهام میگیره و یک شخصیت خیالی میسازه به اسم بابا نوئل. بابا نوئل کارش چیه؟ اینکه ایام کریسمس به بچه‌ها هدیه بده. تبلیغات گسترده راه میندازن، بابا نوئل رو معروف میکنن و خیلی اصلا متوجه نمیشن که این تبلیغات کوکاکولاست. و نکته‌ای که این تبلیغات داره اینه که اولا رنگ لباس بابا نوئل قرمز و سفیده که رنگ برند کوکاست و دوما در تمام عکس‌ها که بابا نوئل داره هدیه میده قوطی کوکاکولا هم دستشه و اینجوری کم کم به کمک بابا نوئل خودشون رو در فرهنگ آمریکا جا میندازن و کاری میکنن که محبوب ترین نوشیدنی سال نو میلادی کوکاکولا بشه. خیلی جالبه که یه همچون شخصیت نمادین و بزرگی که همه فکر میکنن از مسیحیت اومده در اصل یک کمپین تبلیغاتی بزرگ از کوکاکولا